در دوران باستان یا در واقع شاید تا قبل 19 میلادی هندسه که میگفتن مقصود در واقع نظام فضا، یعنی اون چیزی که شما از اشکال و وضعیت نسبی قرار گرفتنش در فضا می‌بینید و در واقع هندسه به نوعی علم طبیعی راجع به اشکال این یک کمی تعمیم پیدا کرده تو قرن 19 و ضرورت هم داشته. ببینید فرق این هندسه مثلا با جبر چی بود؟ چرا با چند تا مثلا مثال هم بتونه نشون بده؟ من مثلا چند تا مثال که دوست دارم گاهی وقتا تکراریه دوست دارم بگم چون فکر کاملا روشن میکنه تفاوت داره. ببینید مثلا اعداد فرد را اگه پشت سر هم جمع مثلا یه جایی دو کار به علاوه یک این مجموع کار دو طریق میتونید حل کنید. راه جمعش خب برای استقرار بزنید. فرض میکنید مثلا تا n ثابت شده به یک فرمولی هم رسیدید میخواد برای بعدیش ثابت کنید. یه خیلی راحت میتونید روش جمعش رو با استقرار ثابت کنید. خب این باید اول یه حدسی بزنید چی میشه. مثلا اینجا وقتی جمع بکنید اولی میشه یک به توان دو، دوتای اولی میشه دو به توان دو، ستای اولی میشه سه به توان دو. بنابراین اگه کارتای از اینجا کاری که اونجا گرفتیم از چی شروع شده؟ کاری که صفر میشه اولی، درسته؟ پس ببینید حدس بزنید که مجموعی این چی میشه؟ مجموعی میشه چی؟ میخواد بزنید کار منهای یک به توان دو، نه؟ به کار به توان دو کار منهای یک به توان دو، نه؟ نداره؟ کار به علاوه یک به توان دو. حالا این میتونید با استقرار ثابت کنید. فرض کنید تا اینجا ثابت شده، بعدی که میخواد ثابت بکنید، بعدی که میخواد نشون بدید چیکار میکنید؟ تو اینجا داشتید باید جمع میکنید فرض بعدی را فرض بعدی نیست حالا باید کار مساویه صفر که درسته. حالا اینه که جمع بکنید چی میشه؟ تا اینجا چی شده بود؟ چی؟ تا اینجا شده بود کار برای یک به توان دو. بعد دارید دو کار برای سه. خب حالا این سوال اینه که واقعا هست کار برای دو به توان دو یا که هست اگه دو طرف نگاه بکنید ببینید که میشه دقیقاً که میشه دو کار میشه چهار کار که یک هم داره سه جمع میشه چهار. پس این درسته. بنابراین از استقرار نتیجه میگیم که این فرم درسته. خب این درسته، جایی مشکلی هم نداره، هیچ 100% نظر منطقی درسته. منتها خیلی شاید ذهن آدم روشن نکنند چی اتفاق داره میفته. یکم خوشگه. حالا یه راه دیگه اصلا حرف نزدی بعد یه شکل میکشه بوده یه شکلی نمیشه. این شکل بدون اینکه من توضیح بدم من موضوع روشن میکنم دیگه نه؟ اعدادی که جمع بکنید تو اینجوری قرار بدید شد یه مبرمایی و این خودش نشون میده چه اتفاق داره. حالا اینکه کدوم بهتره بستگی داره ببینید این واقعا چیزای متفاوتیه. اون یه جوری قانع کننده گول و درزش نمیره. این یک احتیاج داره مثلا به نیروی واصله انسان. ولی به هر صورت هر دوتا قانع کننده شاید این تفاوت اصلیش این باشه که این به نوعی شما همه روابط یه جا میبینید، یه دفعه میبینید. در مورد این یعنی یه مقداری حالت تسلسلی و استقراری داره دیگه. یعنی شما گام به گام برید جلو به یه نتیجه میرسید. یعنی یکی از خصوصیت روش‌های جمعی که اکثرا به نوعی الگوریتمیه. یعنی شما یه پروسه رو باید طی بکنید تا برسید به نتیجه. در مورد هندسی، روش هندسی شما یه چیز، یه جمعی روابط رو به نوعی با یه نگاه می‌بینید.
تفاوتش چیه؟ هرچند که در مثلا رویکرد هندسی خیلی وقت شما اون چیزی که می‌بینید 100% قانع کننده نیست، یه بینش نیست فقط یا یه شهودی نیست نسبت به مسئله، بعدا باید دقیقاً ثابتش کنید. ولی به هر حال یه دیدی به انسان می‌دید که فرق داره با اون رویکرد جذب. حالا با توی این درسمون چون اساس درس نیم سال دوم هم حساب دیفرانسیل انتگرال با چند متغیره. وقتی چند متغیره بشه داشتن این بینش هندسی خیلی کمک میکنه به اینکه مسائلی که از نظر پیچیده است از نظر محاسباتی آدم روش درست رو پیدا بکنه برخورد. خیلی جا در واقع بسیار مهم خواهد. یکی دو تا مثال دیگه بزنیم. یه مثال دیگه مثلا اینه. فرض کنید دستگاه معادله رو بخوام حل کنم. یا در مورد وجود جوابش بحث. او ب باشد اعداد مثبت داده شد. دو تا عدد دادن میخوام اینو حل کنم. خب یه راه جبریش چیه؟ راه جبریش یک از اینا رو مثلا باید از معادله اول حساب کنید دومی و بعد یه بحثی بکنید در مورد جواب چند تا داره، چون که اگه مثلا یه جایگزین ممکن از اول تو دومی میشه چی میشه x2 به علاوه آیا منهای x به توان 2 مساوی 2b این تبدیل میشه یه معادله درجه 2 x2 منهای 2ax به علاوه a2 منهای b مساوی 3. خب اینو میتونید بحث بکنید در مورد تعداد ریشه هاش بسته به مقدار نسبی a و b میتونید یه معادله درجه 2 اون دلتاش تشکیل بدید. اگر دلتاش مثبت بدید دو تا جواب داره برای x، هر جوابی هم برای x پیدا می‌کنید یه جواب برای y پیدا میشه. بنابراین میتونه حداکثر دو تا نقطه باشه، دو تا جواب داشته باشه، دو تا زوج x y جوابش باشه. بعد در حالتی دلتاش صفر بشه ببینید یه جواب داره، در حالتی که دلتاش منفی بشه یه جواب داره. این رویکرد جبری است. ولی یه رویکرد هندسی هم میشه داره. اگه صفحه x y رو در نظر بگیرید خب x به علاوه y مساوی a چیه؟ x برابر مساوی یه خط راست با ضریب‌زاده منهای درسته؟ a که مثبته پس بنابراین نیمه های مثبت برای x و y رو قرار می‌کنه. پس یه خطی میشه به این شکل. دومی چیه؟ x2 برابر y مساوی b هم یه دایره است. خب شما بلافاصله می‌بینید که اگر b منفی باشه که اصلا جواب نداره. درسته؟ توهی میشه درسته؟ به رو گفتیم مثبت، اما گفتیم مثبت از این که مثبت پس برای یه دایره میشه به شوهای رادیکال بی درسته؟ این دایره به شوهای رادیکال بی خب ببینید که سه حالت داره، یا اینکه خیلی کوچیکی نسبت به این که اصلا تقاطعی نداره برای این جواب نداره، یا اینکه یه ذره بزرگتر بشه در یه مرحله میتونه مماس بشه به این درسته؟ یا اینکه چی؟ یا اینکه بزرگتر از این هم باشه واسه این قرد در دونو واسه داره رو خط. بنابراین قبل از اینکه حل بکنید در صورت جبری هم یه چیزی فوری میتونید بفهمید. میتونید بفهمید که اگه قدر مطلقه اگه ب در واقع اینا همه مثبت قدر ب به طور نسبی خیلی بزرگتر از آ باشه احتمالاً دو تا جواب در یه مرحله بحرانی فقط یه جواب داره که این متناظر با وقتی که اون دلتای صفر میشه دو تا ریشه به هم منتهی میشن و بعد اگر b به طور نسبی خیلی کوچکتر از a باشه اصلا جواب نخواهد. خب ما حالا ببینید همین بینش خیلی سریع به دست آمد و در واقع متکی بود به اینکه ما یک دایره و خط رو میشناسیم. حالا دقیق‌تر ما به داخل از همون راه جبریش باید بریم ولی اینجوری خیلی سریع ما یه بینشی پیدا کردیم. خب خیلی مسائل در واقع اینجوری نیست. حالا هر نکته‌ای که بخوام مطرح بکنیم اینه. مسائلی که ما داریم تعداد پارامتراش همیشه دو تا نیست. ولی اگه دو تا یا سه تا باشه ما میتونیم بگیم فضای دوبعدی یعنی صفحه یا فضای سه‌بعدی کار کنیم. x و y z یا x و y داشته باشیم. مسائل مثلا دو پارامتری سه پارامتری بگیم هندسی در سوالی که پیش میاد که در مسائلی که پیش میاد چه در طبیعت چه در ریاضی هر جایی چه در مهندسی تعداد پارامترها میتونه خیلی بیش از 3 باشه. ما وقتی تعداد پارامترها بیش از 3 بود چجوری از روی کرده هندسی
چون هندسه ملموسی که ما میشناسیم واقعا به 3 بعد مربوطه. یعنی در واقع قوه واسطه نگاه بیش از 3 بعد رو نمیبینه و هندسه هم برای مهمه. خب چیزی که مردم متوجه شدن این بود که ما در واقع این هندسه‌ای که میشناسیم 2 بعد و 3 بعد یک طوری میتونیم به طور مجازی توسعه‌اش بدیم به هر چند بعدی که داره می‌خواد. و وقتی این کار رو بکنیم درسته که قوه ویلاین ما نمیتونه بالای 3 بعد رو بگیره، ولی روی شباهت‌ها و تمثیل‌های در واقع ریاضی که وجود داره میتونیم یه جور شهود بالای 3 بعدی رو عملاً یعنی به ریاضی برای خودمون بسازیم و بعدا از اون شهود در واقع مجازی استفاده بکنیم تو خیلی مسائل قبل از اینکه بخوایم به طور جبری حلش بکنیم، به طور تحلیلی حلش بکنیم، یه حدس‌های درستی بزنیم و در واقع این حدس‌ها میتونه راهنمای ما باشه برای روشی که انسان کار کنه. در واقع هدف ما این خواهد بود که الان راهش هم خیلی مشخص اشتباه کنیم. یه نوع ساختن هندسه مجازیه. الان ما کلمه مجازی که میگیم فقط به این دلیل که به دلیل سابقه ذهنیمون از هندسی مربوط میشه به چیزای معلومی که فضا و اشکالی که میتونیم ببینیم و لمس کنیم. ولی در واقع امروز این کلمه مجازی هم به کار میبرن. هندسی که میگن یعنی در واقع کل این چیز با بعدهای دلخواه که در واقع در موردش صحبت می‌کنیم. حالا چجوری الان که راهمون رو تقریبا روشن. ببینید از آغاز که ما شروع کردیم دیدیم که اعداد حقیقی در تناظر یک به یک بودن با خط راست. درسته؟ ما چیکار می‌کردیم؟ یک خط راست می‌گرفتیم، شهود هندسی رو فرض می‌کردیم. یه نقطه رو می‌گرفتیم به عنوان مبدأ، یه واحد طولی در نظر می‌گرفتیم در طرف راست این مبدأ واحد طول جدا می‌کردیم. بعد همه اعداد رو در واقع اعداد مثبت رو متناظر می‌کردیم با نقاط روی نیمه مثبت این درسته. اعداد منفی هم در واقع قرینه‌های می‌گرفتیم. یعنی در واقع خط راست که ساده‌ترین شکل هندسی در تناظر یک به یک اعداد حقیقی. بعد از اون هندسه تحلیلی رسیدیم. تو هندسه تحلیلی در واقع چیکار می‌کردیم؟ هر نقطه در صفحه متناظر بود با چی؟ با یه زوج عدد. درست یه زوج مرتب عدد که متمایز در ولی بود روش هستن. پس دوتایی‌های اعداد حقیقی متناظر بود با صفحه. برای فضای سه‌بعدی چی؟ فضای سه‌بعدی رو هم که بلدیم. فضای سه‌بعدی رو هم در دبیرستان داشتیم. هر نقطه در فضای سه‌بعدی متناظر میشه با یه ستایی مرتب از اعداد. درسته؟ خب پس به این وضعیت تقریبا مشخصه چی کار باید کرد. ما برای خط راست از یه عدد حقیقی استفاده کنیم، برای صفحه از 2 عدد حقیقی، برای فضای سه‌بعدی از 3 عدد حقیقی. حالا خیلی طبیعی است که ما چون مسائل n پارامتری خواهیم داشت یه جور هندسه خودمون ابداع کنیم. ببینید که ما یه انتهای عدد حقیقی رو میگیریم بهش میگیم فضای n بعدی. منتها خب باید توی این فضای n بعدی بتونیم مفاهیم هندسه رو پیاده کنیم، خط و صفحه و اشکال مختلف. اگه بتونیم با اون اندوخته‌ای که داریم از در واقع هندسی تحلیلی یه جوری مفاهیم رو منتقل بکنیم به انتهایی‌ها، میتونیم اولا یه هندسه مجازی بسازیم. و اگه این هندسه که ساختیم مفاهیمی شدیم که مفید واقع میشن، باشیم یه سری رفتارهای قابل پیش‌بینی دارن، این خود به خود برای ما یه بینش پیدا می‌کنه نسبت به اینکه وقتی یه مسئله با این پارامتر برخوردیم چجوری عمل بکنیم. چون یه نوعی هندسه در واقع راهنمون ما میشه. خب پس می‌تونید این کار اولا شروع کنیم. کار هیچ هم نگران این نباشید که حالا این یه جایی در جهان فیزیکی هست یا نیست. کاری باش ندارید. ما کاری که می‌کنیم از ریاضی کاملا دقیق و منطقی خواهد بود. و بعد می‌بینیم که عملا خیلی کارساز میشه برامون. هیچ تعهدی نداره نسبت به اینکه یه جایی دنیای واقعی فیزیکی مثلا علمی باشه یا نباشه. اصلا بی‌ربطه بود. اون مسئله فیزیکی مسئله ریاضی این است که ما یه نظام کاملا منطقی سازگاری بسازیم که با این بتونیم مسائلمون رو حل کنیم.
و این کار خواهیم کرد. ببینید پس شروع میکنیم از انتهای‌های مرتب، بعد به کمک در واقع جبر برداری که از دبیرستان آشنا هستید اینجا یه جوری هندسه میشه. خب این نمادی که به کار میبریم اینه RS برای مجموعه انتهایی‌های مرتب اعداد. پس چیز بیش یه انتهایی داشته باشیم بهش بگیم یه درصدی به یه چنین چیزی بگیم یه نقطه در فضای حقیقی علم بود. حالا این علم بودیش رو زیاد نگران نمیشیم، بعدا بود و اینا رو تعریف میکنیم. فقط خیلی میگم واسه اینکه یه جوری بدونید کجا داریم میریم. پس مثلا فضای حقیقی یک بودی همون محور حقیقی میشه، فضای حقیقی دو بودی صفحه دکارتی میشه، فضای حقیقی سه بودی همون فضای ایکس وای زد میشناسیم. و پس یه چنین انتهای‌های رو هم به هر انتهایی میگه نو. خب حالا چی؟ چیکار کنیم؟ خب در واقع میگم جبر برداری رو که ما میشناسیم تو R2 و R3 یه جوری اینجا پیاده میکنیم. یعنی الان به کمک جبر یه هندسه میشناسیم، بعدا از این هندسه استفاده میکنیم دوباره مسائل جبری و مسائل تعریفی رو بتونیم راحت در هم. خب چجوری؟ من میگم یه عمل جمع تعریف میکنم اول برای نقاط. این چی شکل؟ قبل از اینکه توضیح بدم یادآوری میکنم این چیزایی در مورد بردارها رو که براتون خیلی آشناست. این روزا مثل که حتی در اشتباه نکنم حتی در دوره راهنمایی هم میکنن اولا در گفتایی که بلد. ولی اگه مثلا دو تا نقطه داشته باشید در صفحه x1 y1 مثلا و x2 y2، خب آیا عمل جمعی داریم در صفحه؟ یعنی ما میخوام ببینیم چیزایی که بلدیم در صفحه و فضا اونجا تعریف کنیم. خب بریم ما اگه اینا رو به صورت بردار در نظر بگیریم از منظر مختصات یه خارج خط جهتدار به اینا بکشیم که به اینا میگیم بردار تو دبیرستان درسته. اینو در نظر بگیریم. حالا ما یه چیزی به اسم جمع بردارها داشتیم دیگه درسته. چیکار می‌کردیم؟ اینو کاملش می‌کردیم به یه متوازی الاضلاع درسته. یه تعریف کاملش می‌کردیم به یه متوازی الاضلاع از جبه موازات این از جبه موازات این نقطه که به دست می‌آورد می‌گفتیم جمع دو تا بردار دیگه. و مختصات این چی بود؟ باید مجموع مختصات این دو مساوی مجموع مختصات این دو تا میشه دیگه. پس بنابراین اینکه 0 و 0 مختصات این میشد x1 به علاوه x2 و y1 به علاوه y2. تو فضای سه‌بعدی من در نظر می‌گرفتید عین همین در مورد مختص سومش برقرار بود. مختص سوم میشد که مجموع مختص اینا. خب بنابراین یه جوری ما اینجا جمع نقاط داریم دیگه. منتها نقاط رو تجسم می‌کنیم نسبت به یک بردار. اصلا کلمه بردار فقط یک کمک تجسمی، ولی میشه گفت دقیقاً مجموع نقطه‌مون این دو تا نقطه ما شده این. خب عین همین کار میشه اونجا کرد. واسه انتهایی‌ها چه فرق چون دو تایی‌ها سه تایی‌ها رو میشه جمع کرد. اونجا انتهایی‌ها رو همینجور جمع براش در نظر می‌گیریم و تو ذهنمون یه جوری جمع برداری. پس ما میام اینجا تعریف می‌کنیم. مثلا یه انتهایی اگه داشته باشیم x1 xn و یه انتهایی دیگه داشته باشیم y yn، جمع اینا رو تعریف می‌کنیم چی؟ این تعریف می‌کنیم. جمع اینا رو تعریف می‌کنیم. جمع اینا رو تعریف کنیم. این بخوام پیش بریم باید اولی رو با اولی جمع کنیم، دومی رو با دومی، همینطور n رو با n. این میشه انتهایی که مؤلفه اولش هست x1 که به علاوه y1، مؤلفه دومش هست x2 به علاوه y2، همینطور تو مؤلفه nمش هست x1 به علاوه y2.
این عمل جمع فعلا تو چیزی قرار داره دیگه تعریف کردیم. حالا ما اینجا به کمک هندسه رفتیم جلو، مثلا باید خواص متوازی لحظه استفاده کردیم، نشون داده بودیم که مثلا مختص این میشه، مختص این میشه، ایکس بر واحد و مجموع دوسته اول و مجموع دوسته دوم. حالا ما این تعریف داریم، با این تعریف یه سری خواص ببینیم چی میتونیم استخراج کنیم. این چند تا خاصیت اساسی این داره که فوری میشه دید. مثلا میخوایم برای خلاصه بودن چون x یک اکسل رو به x نشون بدیم، مثلا y یک و y به y نشون بدیم. به چند تا خاصیت رو خیلی سریع میشه. یکی خاصیت جابجایی بودن یا تعویض پذیریه که مثلا x به علاوه y میشه y به علاوه x. واضحه دیگه، چون که اینجا اگه ترتیب اینا رو عوض بکنید چی میشه؟ ترتیبش عوض کنید که میشه y یک به علاوه x واسه اعداد همون x یک به علاوه y یک بعدا y دو به علاوه x دو همون x دو به علاوه y دو بعد. حالا این خواص رو می‌نویسیم به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه اینا دشواره، بلکه به خاطر اینکه اینا همه چیز در واقع میشه از این نتیجه گرفت. یه خاصیت دیگه اینه که اگه سه تا از اینا داشته باشید ترتیب پرانتز گذاشتن رو جمع کردن اینا فرقی نداره. یعنی x و y z دو جور میتونید اینا رو جمع کنید. میتونید x رو اول با y جمع کنید، بعداً با z جمع کنید، یا اینکه میتونید چیکار کنید؟ یا میتونید اول y و z رو جمع کنید، بعداً خاصیتش رو با x جمع کنید. میگه اینا برابرن. این نمیشه میگن خاصیت شرکت پذیری. و اینم واضحه چون که برای اعداد اینطوره. برای اعداد چون x یک برای y یک رو جمع بکنید با z یک میتونید x یک رو جمع کنید با y یک برای z یک همینجور معرفه کنید. فقط اینه برای ترکیب می‌نویسیم. سوم اینه که یه عنصر بی‌اثر داریم، یه صفر. که بهش میگیم صفر. اونجا این صفر در واقع برداریه، نه صفر عددی. این یک انتهاییه که با هر چیزی جمع بشه همون چیز باقی میمونه. خب چی باید بگیریم اون برای عنصر؟ تنها چیزی که میتونیم بگیریم چیزی که همه مؤلفه‌اش باشه صفر باشه، درسته؟ یه با مثلا معمولا یه صفر این شکلی می‌نویسم. این تا صفر بذارید اینجا. این تنها انتهایی است که این خاصیت داره که با هر چیزی جمع بشه اون چیز عوض نمیشه. x به علاوه صفر یا همون صفر به علاوه x باشه درسته؟ یه عنصر بی‌اثری صفر که اگه مثل برداری که فضای دو بودی سه بودی بخواهی نگاه بکنید همون بردار صفریست که از مبدأ ساخته شده که خودتون مسئله درسته. و بالاخره قرینه یعنی اگه یه ایکسی داشته باشه یه چیزی که با اون جمع بشه عنصر بی‌اثر. اگر ایکس باشه ایکس یک تا ایکس ان قرینه x که به منهای x نشون میدن در واقع چیزیست که همه اینا رو منفی میکنیم. منهای x یک تا منهای. خب از نظر شهود هندسی هم تو فضای دو بعدی و سه بعدی در واقع هم قرینه است. اگه برداری فکر بکنید اگه یه نقطه x باشه و بذارید بردار فکر بکنید بردار منهای x چی میشه؟ در جهت مخالف به همین طول بیاد جلو این منهای که با اون جمع بشه. خب این خواص خیلی ساده اینا. خب با این چیکار میتونیم بکنیم؟ فعلا زیاد کاری نمیتونیم بکنیم. کاری که میتونیم بکنیم علل رسول این است که بگیم خیلی خوب حالا ما یه نظام جمع داریم میتونیم به کمک اینا مثلا تصور بکنیم که مثلا باز این دو تا مثلا از اینا دو تا انتهایی داشته باشه میتونیم عرض کنیم که انگار یه متوازن اضلاع ساخته شده تو فضای دل بود انگار یه صفحه از فضای انزولی. ولی خب حالا این هم فعلا خیلی ابتداییه کار زیاد نگم. مثلا یه عمل دیگه هم بنویسم بعد دیگه دستمون باز میشه. عمل دیگه که باز دوباره با الهام گرفتن از بشه که در مورد بردارها میتونیم بنویسیم چیزی که مثلا احتمالا
بهش میگفتن در دبیرستان ضرب اسکالا، یعنی ضرب یه عدد در بردار. ضرب مثلا عدد در انتقال. خب اگه شما یه مثلا بردار داشتید در فضای در صفحه مثل x مثلا وقتی می‌رسید 5x یعنی چی؟ یا 1/2x یعنی چی؟ وقتی در یه عدد ضربش می‌کرد این برداره چیکار می‌کرد؟ خب در همین راستا یه نقطه دیگه انتخاب می‌کرد. چه نقطه انتخاب می‌کردید؟ اگه مثبت بود تو همین جهت، اگه منفی بود چی؟ تو جهت مخالف. بعد به اندازه اون ضریب اینو بزرگ کوچیک می‌کرد. ما از نظر جبری می‌خواست ببینید چی میشه چیکار می‌کردید؟ از نظر جبری به علت تناسب تشابه مثلث‌ها می‌کشیدید که همه مؤلفات در اون عدد ضرب. پس اگه مثلا R باشه یه عدد، X باشه یه انتایی، پس X ما یادتون باشه یه انتایی. ما میخوام آر ضرب در X رو تعریف کنیم. یه عدد ضرب در یه انتایی تعریف کنیم به چه شکلی؟ به این ترتیب تعریف کنیم که همه مؤلفات در مورد آر ضرب کنیم. هر مؤلفه یه عدد دیگه میتونیم در آر ضرب کنیم. این میشه RX1 RX2 تا RX. باز شهود اون از این همون حالت قبلی است. منتها خب این شهود الان دیگه باید بسازیم. تو تجسم پیشینی که نداریم از کاسه. خب حالا اینم یک سری خواص خیلی بدیهی ابتدایی داره. منتها مثل اینا رو هم ثبت کنیم. ثبت کنیم به خاطر اینکه هنوز هیچ شهود هندسی نداریم. آنچه که داریم این تعاریفی که به صورت جبری ارائه شده. بنابراین باید این خواص رو ثبت کرد یه جایی فقط هم میتونه از این استفاده کنیم. خب یه سری خواص بگیر کنه دیگه. خواص که برای میتونه باید بشون چی هست مثلا؟ یکی از ابتدایی ترین چیزایی اینه که خب اگه عدد یک رو ضرب کنی در این چی میشه؟ خب یک ضرب در این خب میشه خود این واضحه دیگه. حالا اینا رو می‌نویسیم به خاطر اینکه همه خواص میشه از این سریعا نتیجه. یکی این که اگه دو تا عدد پشت سر هم ضرب بکنیم، مثلا یه عدد آر رو ضرب بکنیم در این، بعدش ضرب کنیم در یه عدد دیگری، این مثل که اول دو تا عدد ضرب کنیم در هم، بعدش ضرب کنیم در این. اینم واضحه دیگه. این مثلا یکیشو داریم بعد میگیم که ضرب کنیم هر مؤلفه ضرب میشه در اون ضرب اعداد فاصله شگفت. اینا می‌نویسن که آدم به خاطر اینکه اینا رو میخوام استفاده کنم. اگه دو تا عدد جمع بکنید ضرب کنید در یه بردار مثل اینه که یکی که اینا رو ضرب کنید بعد از جمع. چرا؟ چون که ببینید اینجا مثلا اینجا داشت میشه آر به علاوه x ضرب در این چی میشه؟ میشه آر به علاوه s ضرب در x1 میشه آر x1 به علاوه s x1. اینجا میشه آر x2 به علاوه s x2 بعد دو تا پرانتز جدا میکنیم میشه جمع دو تا بردار آر x و s x. بعد یک چیز مشابه دیگه این است که آر اگه ضرب بکنید در مجموع دو تا بردار میشه آر x به علاوه آر. با همین چهار تا خاصیت کار میکنیم باز واضح. اگه اینجا بذاریم اینجا x به علاوه y اینجا چی میشه؟ اینجا میشه x که به علاوه y آر در اینجا ضرب چه قانون پخش شده. آر ضرب شده در x2 به علاوه y2 آر ضرب شده در x به علاوه y پخش کنید اینجا هم میده. حالا اینا رو می‌نویسیم واسه که داشته باشیم. حالا با همینا ما کلی هندسه بتونیم در بیاریم تو فضای کنیم. شاید یکم تعجب آوره که با همینا میشه کلی مفاهیم هندسه رو پیاده کرد. نه همه‌شو ولی یه تعدادش انتخاب کنیم. خب بیاید شروع کنیم به ساختن هندسه. پس الان چی داریم؟ آرگن داریم، دو تا عمل هم داریم روی انتهای و این دو تا عمل ما یادتون باشه از کجا نشأت گرفته. پس ذهن ما جمع بردارها و ضرب اعداد در بردار.
اینجوری نمونه با تعارف که میخواد بشیم ترجمه تو فضای علم‌بودی ما یه ایده پیشبینی نداریم از اینکه نقطه چه خط چه اینا همه اینا رو باید خودمون تلاش کنیم بسازیم برخلاف فضای دو بودی سه بودی که به کمک تست‌های پنجگانه و یه چیزی داریم از قبل یه احساس زیادی به حرکتی برداشت فیزیکی داریم از این موضوع تو علم‌بودی باید خودمون بسازیم منتها چیزی میخوایم بسازیم که سازگار باشه با تجربه قبلی یعنی وقتی n میذاریم 2 یا 3 بشه همون چیزی که از قبل خب سوال توی هندسه چه مفاهیمی هست که بخواد پیاده کنیم اولی مفهوم نقطه است نقطه رو که گفتیم چیه یه انتظاری بهش گفتیم نقطه خب سوال بعدی اینه که خط احتمالا قبول دارید که بعد از نقطه ابتدایی ترین ایده هندسه خط راست خب حالا اینو واقعا باید تعریف کنیم چون ما نمیدونیم آرهن چی از قبل میخوام تعریف بکنیم خط راست در آرهن چیست خب یه تعریفی بدیم که قانع کننده باشه خواصی که خط راست میشه ببینید باید ابزار اون مشخص ببینید من ابزاری که دارم تو آرهن این مفهوم نقطه است یه انتظاری بعد یه مفهوم جمع دارم جمع انتظاری ها یه مفهوم ضرب عدد دارم به کمک اینها من میخوام مفهوم خط راست تعریف کنم یعنی یه پیشنهادی بدم واسه مفهوم خط راست که شما قبول کنید تعریف مناسبی از این نظر که اون چیزی که به عنوان خط راست معرفی میشه همون خواص خط راستی که میشناسیم داره وقتی هم اینو بزنیم 2 یا 3 همون مفهوم خط راستی میشه که ولی یادتون باشه تنها ابزاری که داریم این جمع و ضربیه که داریم مثلا اگه یک کسی بیاد بگه خط راست در آرهن یعنی یه مجموعی که مثلا بریز از دو تا نقطه داده شده بگذره کوتاه‌ترین فاصله به یه طور این بی‌معنی کاملا چون مثلا این مفهوم فاصله در آرهن یعنی چی باید فقط با اینا کار کنیم یعنی برداری فکر کنید چون اینا یه جوری از بردار اومد دیگه درسته خب چجوری خط راست تعریف کنیم ببین برگردیم تو فضای دو بعدی و سه بعدی ببینیم مفهوم خط راست رو یه جوری بر اساس بردارها بنویسیم طوری که فقط جمع بردارها به ضرب عدد در بردار درش نهفته باشه اون وقت اگه چنین چیزی بود میتونیم اینو عیناً بیایم تو فضای n بعدی هم بنویسیم چون مفهوم جمع و ضرب داره ببین مثلا تو صفحه نگاه کنید این یک خط راست خب به صورت برداری مثلا بهش نگاه بکنیم چجوری میتونیم بهش نگاه کنیم خب میتونیم اینطوری بگیم یکی از راهایی که میشه گفت که موثر واقع میشه بیایم یه نقطه روی در نظر بگیریم مثلا نقطه پی بعد بگیم چی؟ بگیم که هر نقطه دیگه که روی در نظر بگیریم چجوری هر نقطه دیگه که در نظر بگیریم کیو مثلا اگه بخوام به صورت برداری فکر کنیم از مبدا مثلا به اینجا دو تا بحث کنیم نقطه Q رو چجوری میشه از نقطه P به دست بود حالا این به صورت بردار OP نگاه کنید و به بردار OQ خب این هست بردار OQ چجوریه بردار OQ رو میشه نوشت بردار OP به علاوه چی؟ به علاوه این یه چنین چیزی درسته؟ چنین خط جهت‌دار خب این خط جهت‌دار اگه بخوام به صورت یه بردار بنویسیم از مبدا به موازات این از مبدا میده رسم کنید همین خط راست منتقل کنید به مبدا به موازات خود اگه منتقلش بکنید به مبدا چی میشه؟ ببینید اینو میشه نوشت P به علاوه چی؟
همین طول رو اگه منتقل بکنید به اینجا بعد جمع بزنید اینو تو برد، این بردا رو جمع بزنید با این بردا میشه OQ دیگه، درسته؟ پس میشه OP به علاوه چی؟ به علاوه یه برداری که در این امتداده. اگه در این امتداده من به یه برداری در این امتداد بگیرم، مثلا اسم این بردار یه برداری در این امتداد بگیرم، هر بردار غیر صفری که میخوام 30 درصد بدیم، مثلا آ یه برداری مثلا موازی خط داده شده باشه، صفر هم نباشه، آیا او آ بنویسم واسه اینکه مثلا او آ همه چیز نمیشه. او کیو رو بشه نوشت او پی به علاوه یه مضرب او آ، نه؟ این یه عدد، آر یه عدد. به هر نقطه روی در نظر بگیرید این شکلی میشه نوشته. هر نقطه روی خط راست در نظر بگیرید مثل که از پی شروع کنید به موازات این خط بره جلو، به موازات این بره جلو، یعنی چی در نظر بگیرید؟ یه مضرب آ رو در نظر بگیرید، بعد جمع بزنید به او پی برسید. درسته؟ و نکته اینجا این است که ببینید اینجا فقط یکی اول جمع بردارها واقع شده، یکی ضرب عدد در بردار. بنابراین خط راست رو اینجوری توصیف کردیم، خط راستی که از نقطه پی بگذره و به موازات آ باشه چجوری تولید میشه؟ این خط راستی که از پی بگذره به موازات بردار آ باشه دقیقاً تشکیل شده از چی؟ دقیقاً تشکیل شده از نوک بردارهایی که به این شکل میشه درست. قبول دارید؟ تو از پی باید شروع کنید به موازات او آ یه مقداری به یه مضربی برید جلوی عقب بسته که آر مثبت بشه یا پس به نظر میاد خط راست میشه مثل برداری کاملا توصیف کرد و نه تنها میشه مثل برداری توصیف کرد، فقط از عمل جمع بردارها و این ضرب یه عدد در یک بردار حاصل شد. بنابراین من از این استفاده میکنم الان این از ذهنمون این داریم شما اینو بدونید مثل اون تعریف رو بنویسید. ولی خب میگم این تعریف از کجا آمده؟ همطور بی خودی این تعریف یک کسی ننوشته. تعریفی که میکنیم از خط راست این اگه پی باشه یه انتهایی مثلا پی فرض که باشه یه انتهایی یعنی یه نقطه در فضای مثلا آن باشه یه انتهایی آیت آن که صفر نیست مخالف صفر مثل این چیزی که میخوام مضربه رو در نظر و این مجموعه رو بهش میگم این خط راست. مجموعه رو الان می‌نویسیم. مجموعه چیزهایی به شکل پی به علاوه آر که آر میتونه هر عدد حقیقی باشه به چنین چیزی میگیم که خط راست. همیشه این بردار ثابتی این انتهایی ثابتی آیه که در نظر میگیره باید یه انتهایی صفر نباشه. یه چیزی ما بگیم خط راست. اگه میخواید در واقع کمی بیشتر تصویر ذهنی ازش هم داشته باشید، اگه دوست دارید بهش بگید گرچه ما هنوز مفهوم موازی رو تعریف نکردیم ولی همینطور کلاً یه اصطلاح اینطوری میتونیم واسش بگیم. این خط راست گذرنده از پی به موازات آ. گرچه ببینید این مفاهیم این کلش یه لغت یه اصطلاح تدریس رو چون ما مفهوم موازی رو تعریف نکنیم از اونم نمیخوام استفاده کنیم ولی توی ذهنمون یه چنین چیزی چون که با یه پی ثابت شروع کردیم و مضربای یه انتهایی ثابت بهش اضافه کردیم این همون تناسب که توی صفحه یا فضای شد. ببینید چنین چیزی میخواد بگیم یه خط راست وقتی آر همه مجموعه عدد حقیقی میده. ببینید توجه بکنید که حالا میخوام بگیم واقعا همون شبیه خط راست خودمون اگه در فضای دو بعدی سه بعدی که در واقع این میدونیم همون خط راست خودمون با اون که سازگاره هست
حالا یه سری خواص دیگه هم میشه ثابت کرد. ببینید نکته مهمی که خود توجه بکنید اینه که خط راست، این مفهوم خط راست که داشتیم همچنان در تناظر یک‌به‌یکی با اعداد هستی. چرا؟ برید به ازای هر آری شما یه نقطه یه به دست برید و بالعکس مثل آرهای متمایز هم نقاط مختلف به دست برید. این پی به علاوه آر آ آیا میتونه مساوی باشه مثلا با پی به علاوه اس آ؟ وقتی میگم تناظر یک‌به‌یک هست این دوتا مساوی میشه اگر و فقط اگر آر اس با هم یکی باشه. خب ببینید اگه این دوتا انتهای مساوی باشن ما با گرفتن قرینه پی میتونیم پی رو از دو طرف بزنیم، دو طرف جمع کنیم با منهای پی از بین میره، میشه آر آ مساوی چیه؟ اس آ. آن که با انتهای صفر نیست. بنابراین چی میگه؟ میگه مثلا آر ضرب در آ یک مساوی با اس ضرب در چیه؟ آ یکه. آر ضرب در آ2 مساوی اس ضرب در آ2. همینطور تا آر ضرب در آن مساوی اس ضرب در آن. خب این انتهای ما که صفر نیست، صفر نیست. پس یکی از این ای آی ها باید غیر صفر باشه دیگه. مثلا اگه ای یک غیر صفر باشه ای یک رو میذاریم آر مساوی میشه باشه. بالاخره یکی از این ای آی ها که غیر صفر باشه. یکی از ای آی ها ناصفره، از میتون نتیجه بگیریم که آر مساوی است. پس این در واقع یک تناظر یک‌به‌یک داریم بین چی؟ هر خط و اعداد. مثل اینکه مبدأ رو متعلق کردیم به نقطه پی، بعد از نقطه پی به اندازه اعداد حقیقی منظره‌های آر رو در نظر میگیریم. و در نظر میاد این مفهوم خط راست یه چیز شباهتی داره با همون خط راستی که خودمون داشتیم. حالا ببینید واقعا با خود دقیق باشیم یک‌به‌یک خواص رو باید ثابت کنیم. من اینا رو مفصل توی کتاب براتون نوشتم، اینا رو میتونید بخونید. من دیگه اینا یکی بخوام بگم کسل کننده میشه، ولی مثلا بهتون بگم من از نمونه چه چیزایی میتونید ثابت کنید. مثلا میتونید ثابت کنید که اگه دو تا نقطه متمایز داشته باشیم تو آر ان، یعنی دو تا انتهای متمایز داشته باشیم، یک و فقط یک خط راست هست که هر دو تا نقطه رو در بر می‌گیره. خب این یکی از ابتدایی‌ترین خواصی است که از خط راست انتظار دارید. تو صفحه یا تو فضا اگه دو تا نقطه متمایز داشته باشی یک و تنها یک خط راست هست که از دو تا بگذره. این اساس هندسه مغناطیسی باشه. خب این عیناً میتونید ثابت کنید. بعد می‌خواستم بگم اگه یک خط راست داده شده باشه به ازای هر نقطه‌ای میتونید یه عدد حقیقی در نظر بگیریم و بالعکس. خب اون عدد حقیقی که میخوام در نظر بگیریم ببینید یک خط ما تشکیل از همه نقاط پی به علاوه آر ای. برای هر نقطه پی به علاوه آر ای من عدد حقیقی آر رو در نظر میگم. این تناظر یک‌به‌یک. اولا که خب مثل یک‌به‌یک چجوری بگیم هر عددی در نظر پوشان که هست، چون هر عددی در نظر بگیریم میتونیم اینجا قرار بدیم که برای آر یک‌به‌یک بودن چه میشه توضیح دادم چرا؟ چون اگه پی آر آ پی به علاوه آر ای مساوی پی به علاوه اس ای باشه با جمع کردن دو طرف با قرینه پی منهای پی به نتیجه میرسن که چی؟ آر ای مساوی اس ای. مثل این سی رو از دو طرف بزنیم، دو طرف با منهای پی جمع کنیم میشه. حالا اگه آر ای مساوی اس ای باشه معنی چیه؟ آر ای یعنی آر ضرب کنید در تک تک معادلات. یعنی معادله اول آر ای. اس ای یعنی چی؟ یعنی معادله اول چی؟ اس آی. پس آر آی باید مساوی رو اس آی. آر آی مساوی رو اس آی. بقیه. خب از اونجایی که انتهای آی بزرگ صفر نیست، یکی از ای آی ها باید غیر صفر باشه. یک مؤلفه باید اون مؤلفه رو در نظر بگیریم مثلا آجه آر آجه مساوی اس آجه. آجه رو بزنید از دو طرف آر مساوی ما مگر
انتهایی‌هامون چی تعریف کردیم؟ انتهایی‌های مرکب یعنی این دیگه، درسته؟ چه چیزی هویت اینو مشخص میکنه؟ انتهایی، یعنی اولیش باید این شکل باشه، دومیش باید این شکل باشه. به چیزی که باید تعریف کنم میگم، شاید چیزی که تو ذهن شما هست دارم توضیح میدم، حدس میزنم این که یه انتهای هویتش کاملا با انتها مثبت مشخص مثلا انتهایی یعنی چیزی انتهایی منتها چیزی که ممکنه تو ذهن شما باشه و به هم باشه این است که یه چیزی که باید چک بشه این ممکنه این مجموعه یه جور دیگه هم به دست بیاد. ببین مثلا این خط تو صفحه این خط درستی که داریم ممکن بود به عنوان مبدئی یه کسی دیگه بیاد یه نقطه دیگه در نظر بگیره اینجا، مثلا پریم و به جایی که این برداره مثلا بردار آی که ما گرفتیم به عنوان مرجع بود این بود مثلا بیاد یه مضرب این مثلا آپریم رو در نظر بگیره به عنوان مرجع، یعنی که بیاد از نقطه پی پریم شروع کنه مضربای آر پریم رو بره جلو برسه مثلا پی پریم به علاوه مثلا اس آپریم. حالا چیزی که احتمالاً تو ذهن شما هست این است که خب حالا چی؟ هویت اینا با توجه به اینکه به چیزهای مختلف مراجعه میکنن چجوری مشخص میشه. خب این الان توضیح میدم. اتفاقا یکی دیگه از همون گزارهایی که دیدید تو کتاب حبس دقیقاً ثابت شده اینه. چیزی که مثلا میتونیم پیدا بکنیم این خط راست رو مثلا یه اسمی بهش بدیم، مثلا اسم این خط رو بذارید دیگه. خب چیز دیگری که مثلا میتونیم ثابت بکنیم ولی نه همه به دقت هم ثابت شده تو کتابتون دیگه من اینا رو کمابیش سریع ازش رد میشه ولی اینا رو که باید بخونه دیگه. اگه نقطه دیگه در نظر بگیریم روی مثلا کیو باشه نقطه در خودش به این شکل و اگر یک چیزی در نظر بگیرید که مثلا آپریمی در نظر بگیرید که باشه یه مضربی مثلا تی از آ تی هم غیر صفر یه مضرب ناصف کرده در نظر بگیرید بعدا اگه بیاید تمام چیزای به این شکل در ال رو میتونید این شکلی هم بنویسید ال مساوی میشه با کیو به علاوه مثلا اس آپریم وقتی که اس همه مقادیر حقیقی رو میده. این یعنی دقیقا اون چیزی که تو صفحه یا فضای سه‌بعدی داریم برقراره. یعنی اینکه این نمایش منحصر به فرد نیست. من میتونم هر نقطه دیگه بگیرم و هر مرجع اون بردار حادیمونم در واقع در نظر بگیرم باز به همون میرسه. این دلیل تو مجموعه یکی هست اونجا به ازای آرایش های مختلف مثلا ما به یه عدد به یه نقطه میگیریم. این سوال کاملا مشروعیه. این اول باید در نظر بگیریم. بعد از این سوال میتونیم ثابت بکنیم که در واقع اگه دو تا نقطه متمایز به ما بدن یک و تنها یک خط وجود که از یعنی در واقع میگم تفاضل این دو تا نقطه رو در نظر بگیریم یکی منهای اون یکی این میشه چی؟ این میشه بردار حادیمون بعد از اینکه از دو شروع میکنیم مضرب‌های بردار حادی رو جمع میکنیم باشه همه چی یک خط میدیم جز این هم چیزی وجود نداره منحصر به فرد کنم ثابت پس در واقع اعداد این جزئیات رو بخونیم یکی دو صفحه طول میکشه تا همه این چیزای ریزی که از زمان خط راست میدونیم اینجا هم ثابت بشه ولی خب لازمه اینجوری من تختر کار نمی‌کنم باشه ولی برای اینا رو باید خودتون بخونم. فقط واسه که هر دفعه من اینو تکرار نکنم یه نمادی به کار میبرم برای این مجموعی مثلا پی به علاوه آر وقتی که آر اعداد حقیقی طی میکنه اینو با این علامت نشون میدم بنویسن پی به علاوه یه چنین چیزی آر. این نمادی که به کار بریم به طور کلی وقتی اینو به کار ببریم این علامت یعنی همه مضرب‌های آر
وقتی آر همه اعداد حقیقی رو ما وقتی اینو می‌نویسیم یعنی که همه مجموعه پی رو با هر کدوم از این انتهای‌ها جمع بکنیم. این کدای مجموعه رو میگم. پس هر خط راستی چنین نمایشی داره. منتها این نمایش منحصر به فرد نیست. من پی رو میتونم هر نقطه بگیرم روی اون مجموعه، آ رو هم میتونم هر یه آیه داشتم هر مصدر ناصفمون هم میتونم به عنوان آدم این چه چیزی تعریف خط راستی. خب بذار چند تا نمونه خط راست رو بزنیم. توی RN که هستیم این که انتهایی هستن که وضعیت ویژه‌ای دارن، یعنی اینا مرجع ما هستن. اینا رو بنویسن بهشون میگن انتهای‌های پایه یا بردارهای پایه. این یک انتهایی که اول یک بقیه همه صفر. این دو اون انتهایی که اول صفر داره بعد یک داره بعد بقیه صفره. به طور کلی ای جه اون چیزی که در محل جیومش یک داره بقیه جاش صفره. خب میریم تا ای ان که ای ان صفر داره تو المنت ها یک جای اولش تا آخرش. خب به اینه میگن حالا عناصر پایه یا بردارهای پایه. کلمه بردار نقطه یه چیز داره. وقتی میگه بردار یعنی همون نقطه انتهایی منتها تصور بکنید تو ذهنتون که از مبدا یه خط راست جد داره کشیده شده. ولی هیچ فهم ریاضی نداره. بردارهایی که فعلا در نظر بگیریم همه از مبدا شروع میشن. یه خط راست جد داره میاد تو. مثل یه چیز بگیم نقطه. فقط منتها یه ذره تجسم هندسیش فرق داره که آدم یه کمک میکنه به حل بعضی، یعنی راهنمود میشه در واقع، نه یه استفاده. خب به اینا میگن عناصر یا بردارهای پایه. یا بهش وقتی به این انتها میگن به این انتها میگن انتها پایه معتدله. وقتی دیدن چی بعدن کلمه پایه رو بیشتر داریم. خط راستی که از مضربای ایجه تشکیل شده اینه بهش میگن محور جیوم. پس این محور جیوم تشکیل شده از چی؟ محور جیوم میشه گفت اینه در واقع. خب طبق تعریف چیه؟ طبق تعریف مضربای اینه دیگه. خب مضربایی که شکلی میشن چیزایی میشن که در همه جوش صفره جز جای جیومش هر عددی میتونه باشه بعد دوباره صفر. آر هر عدد حقیقی این محل جیوم. این بهش این محور جیوم. خب این که باز سازگار با چیزی که تو فضای دو بعدی سه بعدی داره دیگه. نه تو فضای سه بعدی مثلا چیه؟ تو فضای سه بعدی بخوام بکشیم یا دو بعدی مثلا سه بعدی شو بگیریم همه دو بعدی کشیدیم. مثلا این اگه باشه محور ایکس وای زد این میگه محور اول دوم سوم معمولا درسته. خب چیزایی که روی این محور هستن چه شکلی هست؟ همه به شکل آر صفر صفر وای زدشون صفره اولیشون آزاده هر چیزایی که روی ای یک ما اینجا چیه؟ ای یک بردار واحدی است که در امتداده. در امتداد وای ای دو رو داریم که هست بردار صفر یک صفر. بعدا هر نقطه‌ای روی این که بگیریم به شکل صفر آر صفر. همینطور ای سه در این جهته بردار واحدی در اینجا هر نقطه اینجا بگیریم هست صفر صفر. پس این تعریف انتو محورمون. انتو خط راستن که همشون از مبدا میگذارن. چی هستن؟ از مبدا میگذارن و
مضربای در واقع این یک به یک. خب حالا مفهوم در مورد خط راست یکی از چیزایی که داشتیم مفهوم توازی دو خط. اینو بذارید تعریف کنیم. البته کافی نیست که بگیم دو تا خط اگه همدیگه رو نقد نمی‌کنن موازی هستن، چون که تو فضای سه‌بعدی هم دو تا خط میتونن متنافر باشن، درسته؟ با یک تعریف توازی چجوری می‌دیم؟ شاید ساده‌ترین راهی باشه که بگیم به این صورت بگیم ببین اگه یه خط دلخواه داشته باشیم این باشه یک خط دلخواه. خب این خط دلخواهمون یادتون باشه ما تجسممون چی بود؟ این داریم که ما مضربای یه بردار ثابت آ رو در نظر می‌گرفتیم که اینا یه خطی میشن که از مبدأ می‌گذرن، درسته؟ بعد این انتقالش می‌دادیم مبدأش رو به پی. خب حالا اینکه داشته باشیم ما یه مفهوم میتونیم بگیم انتقال یافته علم به مبدأ کل اصطلاح اینو با علم صفر نشون میدیم. یه صفر میذاریم بالا. این یعنی در واقع همون مضربه. برای هر خط راستی اون مضربای اون برداری که هدایت کننده اینه که میشه یه خط راستی که از مبدأ میگذره میشه یه انتقال یافته به مبدأ. ذهنمون هم باید مثلا تو هست هم چیزی اگه این یه خط ال باشه ال صفر به موازات این ال باشه این ال صفره، چون که اینجا هر نقطه این هست میشه به علاوه آ مثلا یه برداری اینجا میشن مضربای آ دیگه، درسته؟ خب حالا تعریف توازی رو چجوری بگیم؟ اگه دو تا خط راست داشته باشیم در آرایه میگیم اینا موازی هست اگر که چی باشن؟ اولا همدیگه رو قطع نکنن، نقطه اشتراک نداشته باشن. ثانیاً اگه اینا رو منتقل بکنیم به مبدأ یکی بشه، انتقال یافته اینا به مبدأ یکی بشه. به تو فضای سه‌بعدی هم فکر کنید همینجوریه دیگه. فرق خطای متنافر و موازی چیه تو فضای سه‌بعدی؟ یکیش میشه انتقال روی یکی به موازات خودش منتقل کرد، درسته؟ پس اگه هر دو تا به مبدأ منتقل کنیم یکی میشه. پس ما میگیم مثلا اگه دو تا خط داشتیم دو تا خط در نظر بگیریم، دو خط مثلا L1 و L2 موازی اگر چی باشه دو تا شرط قرار باشه اولا به عنوان مجموعه اینا اشتراکی نداشته باشه، هیچ نقطه اشتراکی تو اینا نباشه. ثانیاً وقتی اینا رو منتقل بکنیم به مبدأ چی بشه؟ یکی بشه. L1 صفر مساوی بشه حالا باز چیزای هندسی و اقلیدوسی رو میشه اینجا ثابت کرد دیگه. اینا بعضیش تو تمرین هاست بعضیش تو متن ثابت. مثلا یه خط داشته باشیم و یه نقطه‌ای که روی این خط نیست یک و تنها یک خط میگذره از نقطه دوم که موازی. بعد نه دیگه چون که ممکنه که خود اینا باشن خط‌ها. یعنی این دیگه بستگی به تعریف داره. بعضیا حالت منطبق هم بهش میگن موازی. از نظر گفتگو هم یکم راحت‌تر اگه اونم بدیم موازی، ولی چون سنت‌ترشون نمیگن موازی نگفتن. ولی میتونی اصلا اونجوری نزن. یکم حرف زدن هم راحت‌تر میکنه. حرفات هم نباشید تفسیر یا منطبق. ولی معمولا نمیگن. گفتم همین مثلا گفتم بعضی چیزای هندسی و اقلیدوسی در واقع اون هندسی که داریم تو آریه یه جور هندسی اقلیدوسی تو آریه. حواس هندسی و اقلیدوسی داره. هندسای دیگه هم هست.
منطقه مثل ما اینجا گفتم مثلا دوستان که یه نقطه بگیریم که روی خط نباشه از این یک تا پنج یک خط میگذاره که به بو باشه تو آره. خب حالا این شروع بود با خط راست تنها که خیلی کار نمیشه کرد تو زندگی. این سر بریم جلوتر. ضمن این توضیح بدم این کلاس ما من باید خودم حالت بدم ترم پیش 2 تا 100 دقیقه داشتیم این کلاس من 3 کلاس در یه چیز به این صورت که شنبه دوشنبه چهارشنبه است هر کلاسه حدودا چقدر 67 دقیقه یا 70 دقیقه یه چیز خب بنابراین اینطوری من به نظر میاد کارهای بیشتر میشه 2 تا جلسه تو بعد از این خیلی حالا چقدر مونده خیلی خوب پس من رو بریم مفهوم بعدی نمیدم جلسه بعد مطرح میکنم چیزی که یه توضیح بدم گام بعدی که بخوام بحث کنیم فرض کنیم ما تو خط سومی بعد از نقطه مطلب چی